بیشتر از یک هفته در نواحی شمال تاجیکستان معرکه رایپورسی تغییرات به قانون اساسی ازبکستان دایر می‌گردد و یک نقطه آوازدهی واقع در شهر خوجند است. آن شهروندان ازبکستان که در تاجیکستان به طرز دائمی یا موسمی اقامت دارند در این چاره‌بینی سیاسی اشتراک می‌نمایند. برای برگزاری همه‌پرسی کارمندان کمیسیون انتخاباتی از تاشکند و دیپلمات‌های سفارت ازبکستان در تاجیکستان آمدند. حالا امروز این انتخابات پیش از مهلت در شهر خوجند و در شهر استرافشان جریان دارد. روز 30 اپریل خودی در سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه نیز انمون انتخابات رایپورسی برای قبول کردن تغییرات های نو به کنستیتوسیون ازبکستان تشکیل و گذرانده می شود. نیمه ماه مارت وکیلان سنات پالات بالای پارلمان ازبکستان طرح قانون را درباره کنستیتوسیا تصدیق کردند. این هفتمین بار است که قانون اساسی ازبکستان از زمان معرفی آن در سال 1992 به طور قابل توجه تغییر می‌کند. رسانه‌های دولتی آن کشور روز 15 مارت متن قانون مذکور را نشر کردند. بر اساس آن باید رایپرسی عمومی درباره طرح نوی کنستیتوسیا و یا قانون اساسی ازبکستان روز 30 اپریل صورت بگیرد. نادره بیگم عوضقیزی دانشجوی سال سوم دانشگاه دولتی خوجند است و دیگرگونی در سمت تحصیل ازبکستان او را نگران کرده است و می‌خواهد برای جوانان قانون اساسی کشورش سبکی‌ها را آورد. Endi bitta savol o'ylantiryaptiki, mana masalan men Tojikiston shahrida o'qisam, ман ба як савол дармодам ки оё бо қабули қонуни нав дигаргунӣ дар самти таҳсилу кор низ дида мешавад ё не. Масалан, ман 2 сол боз наметавонам ба донишгоҳҳои Узбекистон таҳсиламро интиқол гирам ва оё дипломи донишгоҳи Тоҷикистонро бигирам ҳам аз рӯи ихтисос бемонеа кору фаъолият карда метонам. мехоҳам дар ин самт каме бошад ҳам имкониятҳо фароҳам гардад. salgina bo'lsa ham imkoniyat yaratsam. پیشتر رسانه‌های ازبکستان نوشته بودند که به کنستیتوسیا 27 ماده نو داخل کرده شده تعداد ماده ها از 128 به 155 رسیده است. ماده 106 تحریر نوی کنستیتوسیای ازبکستان مهلت دوره پرزیدنتی را از 5 به 7 سال دراز کرده است. با این وجود در تحریر نو نشان داده شده است که یک شخص نمیتواند بیشتر از 2 دوره پرزیدنت باشد. انتظار می‌رود طرح نوی قانون اساسی در ازبکستان با رأی اکثریت قبول شود. جوبی ینگو ازبکستان پرزیدنتimiz در ازبکستان نو پرزیدنتمان شفقت میرزیویف قرارهای خوب قبول کرده ایستاده است. در این سمت خلق ازبکستان فکرهای مثبت دارد. مناسبت‌های ما خوب شده رفته ایستاده است. در ازبکستان نومون برای جاری شدن تغییرات در قانونگذاری خرسند هستیم. ینگو ازبکستانimizga تلویزیون‌های دولتی ازبکستان از منزل ساکنان، از ورزشگاه‌ها، از دانشگاه و مکان‌های دیگری عمومی گزارش می‌دهند که در همه آن شهروندان از اصلاحات جانبداری می‌کنند. نظام بدون رقابت سیاسی این اختیار را از شهروندان گرفته است که به ضد اصلاحات معرکه آورند. جمهوری تاجیکستان برای شهروندهای جمهوری ازبکستان شرایط بسیار خوب مهیا شده است که ما امروز همچون شهروند جمهوری تاجیکستان رأی خود را برای تغییرات در کانستیتوسیایی که به نظر گرفته شده است در جمهوری ازبکستان آواز داده ایستادیم. با باور تحلیلگران کنستیتوسیای آینده منطق خودکامگی دارد. در صورت قبول آن شوکت میرزیویف که دوره دوم ریاست جمهوری او ادامه دارد حق پیدا میکند بار سوم در انتخابات پرزیدنتی شرکت ورزد. بر اساس قانون اساسی فعلی این حق را ندارد. در تاجیکستان نیز به این موضوع نظرها یک رنگ نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.